من خدمتکار گوی دودگیم کجا روم گیا شن شوبه گفتگینده راهی که یک دکی بود همون البته گوشنی تشنه اونگی من دیده استوده سلام علیکم خواه روس باشد خواه قرغیز باشد پهلو به پهلو استوده وقتی اتحاد شورویده من خدمت کردم همچون اشتراکچی افغانستان باشم اگر بحر پایداری صلح تاجیکستان بحر ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان ما کم باشدم من خدمت کردم البته موندگی حیات ما بحر آبادی بحر خاطر جمعی بحر تنجی امانی تاجیکستان از دستم که چیزی میگید همینه جابجا کردم در کار اولا منتداری خودم رو به مقامات حکومتی شهری اصفهان میرسونم که در این روزها جنگاوران بین الملل را دیدار بینی میکنند و از سپاس خود و اهل علم را به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری اصفهان میرسونم. من دشمت صابجان استقامت کننده جماعت دیوات سرخ بعد از ختم مکتب عالی همان با تکنیکی کپراتیوی شهر خوجند داخل شده اونجا را با اختصاص آشپز تمام کردم. امر تقدیر بود است که سال 1981 مرا به صف قوای مسلح دعوت نمودند. از ماه اپریل سال 1981 تا ایول سال 1983 سربلندانه خدمت وطن مادر را قرض اینترنشنالی خود را در خاک همسایه مرز افغانستان به آخر رسانیدم. ناگفته نماند که من الکی متخصص بودم، متخصص کسب آشپزی، لیکن همین کسب من اینجا به کار داد. غیر از این همچون ترجمان گرانتمیاتچیک و ادای وظیفه خدمت نمودم. جماعت دیوات سرخ با شخصانی سوهمند سابقه‌دار جنگ میانی فرق میکند که یکی از چنین شخصان که در دور دیدی سوگان جماعت دیوات سرخ نقش بسته است این دشمت صابری صادق میباشند. دشمت صابری صادقش قریب است که همسن سال ما میباشند. من قریب به وارد رسیدیم در یک مکتب پیش قفا بعد از ما مکتب ختم کردیم. بعد ختم مکتب ما نصیب بود است دانشگاه داخل شدیم. اینها بعد ختم مکتب کمتر محنت کرده سال 1981 تا 83 بسیار شرایط بزرگ نصیب گشت که در خاک مملکت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان ادای خدمت کردند. من این روز همچون جنگاور بین الملل در بین سکان جماعت آوری زیاد دارم. فعالیت مهنتی همین دشمت صابجان بسیار رنگین است. اینا فعالیت مهنتی خودشان را من در جمعیت مطلوبات شهر اصفهان آغاز نموده بیشتر مرا ظاهر میکنند به خیر و سخاوت، احسان، مهنت، دوستی دائما در پی غمخوری خلق میباشند. در بسیار چاره‌بین‌های جماعت یکی از پیشروان هستند که مردم از عقب کشید بردن میتونن. مخصوصا من حاضر مفسمی دعوت میشد تشبثکار یکی از تشبثکار اساسی همه میباشند. وقتی دعوت ما جنگاوری بین الملل خبر میدیم همه ها همراه ما رفته کارهای تشخیصاتی بین و میبرند مردم میبرند.
توشمات صوبیجان را از سالهای 90 عصر گذشته همچون دوست و رفیق نزدیک میشناسم. توشمات صوبیجان سابقه‌دار جنگ افغانستان میباشد. یکی از فعالان هم ده هم محله به حساب میرود. در کارهای جمعیتی هم محله هم جماعت فعالانه اشتراک میکند. حسی و تندرستی بلند دارد. برای آنکه در خاک مرز افغانستان خدمت حربی خود را گذرانیده است و سابقه بوی جنگی و مهنتی دارد. همچون یک شهروند فعال دیهات در آبادانی دیها و در آبادانی وطن فعالانه اشتراک میکند. من که از سالهای 90 همراهی صوبیجان کار و فعالیت کردم، همچون دوست نزدیک همچون همیرا از نزدیک صوبیجان را میشناسم و همیشه در دستگیری مردم میباشد و در بین مردم ابروی اعتبار خاصه دارد. برای جوانان را به صف خدمت حربی دعوت کردن همیشه فعالانه در جمعیت ها اشتراک میکند. چنانکه سال گذشته بخشیده به روز ارتش ملی در قسم‌های حربی در جماعت دیهات سرخ بود، با همراهی توشمات صوبیجان یک چند جمعیت‌ها و واخره‌ها با سربازان و افسران قسم‌های نظامی تشکیل کردند. از آن جمله بخشیده به 15 فوریه برآوردن قواهای مسلح از خاک افغانستان که جمعیت جنگاوران اینترنشنالیست در خود جماعت سرخ گذراند. با حصه‌گذاری صوبیجان این چاره‌بینی با یک پرشکوه گذرانیده شد که از آن جمله همچون یک فعال دیگه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برای آبادانی وطن همیشه کوشش به خرج می‌دهد. من این شخص را همچون دوست و همیرا سالهای زیاد میشناسم. این کس برای وطن، برای مردم، برای خلق همیشه در خدمت تیار میباشم. خدمت من اکثرا در عقبه، یعنی که پیرولی سلام گذاشت و پیرولی تاجیکشبه گوینگر روی حیات میباشد. یک تا راه هست که همون عقبه که گذشته ایستاده دیگه طرفی افغانستان میرند. در 2 سال خدمتم ده من خطا کردم، بسیار یار دوستا پیدا کردم از تاجیکستان آفتابی خودم باشد. اگر از شمال سرکیسو تا جنوب هم خدمت ها هستند. البته نگفته نماند که جنگ است، خدمت است، لیکن حاضر هم خدمت های من، شناس های من که در همین جمهوری تاجیکستان خدمت کردند از کارگر عادی سرکیسوده تا مقامات بالاترین، یعنی که حکومت جمهوری راهبر شده فعالیت برده ایستادند. این بعضی تشکیلات ها به وزیر یا اینکه دیگر همین وی راهبرینده، کادر راهبرینده همین چیزه شجاعت مردانگی نشون دادن. بعد از افغانستان آمده مکتب عالی ختم کردن. من تاجیکستان به تا حال خدمت کرده گشتیم. نگفته نماند که از بین ما، از بین همشهری ها 12 نفر اشتراکچی افغانستان قهرمانانه در خاک افغانستان وفات کردن. یعنی یک تاش هنگام جنگ سلیمانوف هاشم جان محمد جان از دهی کوکم می باشد که 20 متر استفر مننده در عقاب خط دشمنان تیر انداخته جانش قربان شد. یکی دیگرش راننده از دهی وارخ سفر صادرجان می باشد که به واسطه من همونجا بودم. همون بچه همون صادرجان، یعنی که دشمنان به قتل رساندن. این همین کارنمایی دیگر هم چقدر که ما خدمت کردیم با شما اگر گپ زدن که گپ ادا نمیشد. در دنیا بسیار شیر مردا هستند، جوان مردا هستند
در قطار دیگر برادرها خواهران عزیز در حق تاشمتر صابجان سخن می رود. به اختیار به پیش هر یک باشنده دهه سیمای برادر تجسم می گردد که بسیار مرد اهل خرد، اهل مهنت، بسیار تشکیلاتچی و بسیار برادری عزیز می باشند. تاشمتر صابجان یکی از شهروند جماعت دهاتی سرخ، شخص دانشمند و با آبرو در دهات می باشد. تاشمتر صابجان یکی از کارمندان افغان بوده، به نهایت سهم ارزنده خود را به تمام جماعت دهات سرخ اینچنین در محله و مؤسسه ها سهم گذار می باشد. در تمام معرکه و جشنواره ها خصوصا در مؤسسه های تعلیمی دقت جدی می دهد. این شخص در تمام معرکه و تنتنه ها در روز عید آموزگاران و روز عید دانش یعنی 8 مارس تمام تجلیل جشنواره ها سهم خود را گذاشته سعی و کوشش خود را برای آبادی وطن، برای پیشروی خوانندگان می‌گذارد و دائما در جشن‌ها شرکت ورزیده آب و نفوذ خوانندگان را بلند می‌بردارد و با آموزگاران و خوانندگان فعال قدردانی کرده سهم خود را می‌گذارد. من همچون یک شهروند تاجیکستان خوشبختانه شدم که در فضای آزاد صلح و ثبات، آرامی، وحدت، تنجی اون به سر برده استادم. از امتیازهای دولتی بهره‌مند هستم. البته جشن و مراسم‌های شود از طرف مقامات‌های دولتی آمده ویداربینی میکنند. من حاضر صاحب 5 فرزند و 10 نبیره می باشم. در من ایام 58 سالگیم دولت پیری میرانم. از این کلبه چی گویم از کلبه خاکسارانه خود من شدم که در همین وضعیت در آسایشتگی زندگی میکنم. از جوانای نیم ساله همین 18 بدنامدگی ها، جوانای همین دیه ناحیه 2 سال خدمت وطن مادر کنند. ما که یک دولت جنگ زده بر رفته استود خدمت کرده آمده سر بلندانه خیالدار شده که باشیم هم دیگر باشیم. نه من اون بسر برسیم این پیشانیده بوده که چیز میبینید. البته ما با راهبری جماعتچگی دهات سرخ دیرتر باشدم. من همین معرکه دعوت ماهی بهارانش دیرتر باشدم اجرا کرده بودیم. من با افغان سرجمانه وعده میدیم که یعنی رئیس جماعت استاده دیرتر باشدم. همین نقشه تراماهیه و مناسبت 30 سالگی تاجیکستان از جماعت دهات سرخ البته جوان مردان هستند برآمده استاده با مرز بوم تاجیکستان محافظت میکنند. مادران ما شبنده آسایشته خواب کردنشان ممکن است و خلاص. من الان وعده میدیم که همین جوانو برآمده استاده خدمت کنند مکتب جسارتی و مردانگی می آموزند. البته من یک فرزند پسری دارم، اگر لازم شود اگر همین پسرم هم خدمت میتیم. من افسوس که تمام دادرزاده هم همش خدمت کردم نگی یکتش 5 انده خدمت کردم ما در اونی 5 یکی دیگرش دوازی پریزیدنتین در بخری به خدمت کردم. من میبیره هایم میگوید که اول بابا ما همین سرگذشتیم من شنیده استودم میگوید که بابا اول ما خدمت میکنیم بعد ثانی مکتب عالی به داخل شده استود تاجیکستان عزیز خودم به خدمت میکنیم. تا این راضی بودن که یک فیصد خود را هم از که اون خلق خدمت کنم. در تمام چاره‌بینی ها سری سبب میباشم. مثل معرکه‌ای مثل اشعار جوری کلام میشم اینو پیشتر یکی از آدمان میشم بیشتر به مردم تکیه کرده و همین مردم میکنن. همین خصلت‌های نقض اینه برنامه گرفته
همه محله گلستان اینا قریب 10 سال رئیسی و انتخاب کرد محله همه محله تحت سرفره اینا بسیار کارهای آبادانی بسیار شد. این شخص که در محله ها رئیس محله بوده سهم خود را میگذارد. باز نگفته نمونم که بیشتر در محله ها یعنی با زنها کاربری کرده با دختران یعنی با همراهی من چخیلی که در تنظیم جشن مراسم کار میکردم بیشتر کاربری می نماید. می خواهد که خصوصا دختران به زمینه سیمی تحصیل جلب کرده شده آینده صاحب کسب گردند چون که عائله سالم جامعه سالم است. خصوصا دختران باسواد جامعه و خانه آباد بیشتر سرمخت را با همین سعی کوشش می کند و شخص شناخته است. عائله نمونوی دارد، زوجه مهربان دارد، 3 دختر در عائله خود معلومات ناک هستند و یک پسر عزیز دارند که حالا در مؤسسه تحصیل کرده ایستاده است. این کس من سعی کوشش خود 2 ترانسفرماتور را ساخته به استفاده شنونده داده شد که همه محله از آن استفاده میبرند. خیلی که چراغان روشنی باشد زندگی نور است پیشروی می شود و بغیر از این در همین جا در قوه‌های مسلح در دیدبانگاه‌های در جماعت دهاتی سرخ بوده که در موضع آریانا جایگیر است دائما سهم خود را میگذارد. من به قریبی در عید بانوان با همراهی تاش معطوف ثابت جان 20 نفر زنان که دسترخوان عیدانه با دست مادرانه پختند سعی کوشش خودمان که برده همون در خدمت بوده را عیادت کردیم. آنها چون مادر خود را پیشواز گرفته خرسند گشتند. خیلی که یک افسر میگوید همچون مادر خودم را یک کنون صحبت ندیده بودم. دست مادرانه پخته نان و تعامل شما مهر مادری مرا مهر مادری و فرزند را دوچند کرد. بسیار خصلت‌های نجیبی خوب دارن آقای ثابت جان. و این رفیقان هم در کدام که جمعه شنیدم همه خصلت‌های خوبی نمیگود. دیگه چون که اینا غیر از غمخوراشون همچون میدونن که جنگ‌های بین الملل چه خدمت کردگی در شرایط جنگ و در وای همین در حق ارتش ملی در حق خدمتچیانی و دعوتشونده بسیار وای میکنن. خود همینا شخصا 1-2 مرتبه دیدوانگاه سرحدی ما و دستخوان ایران رسیدیم تشبسی همینا کردی. همینا همش ساخته بودن که من وای میکنم گفته همونجا با جنگ‌های بین الملل سابق دوران همه که صحبت کرده بچه‌های برده فهمونده همه قسم حربی همه نازکی‌های ارتش ملی شرایط خوب ارتش نشون دادن که من ارتش خود خیلی شرایط برای تو فرزندان خدمت کنم. در بعضی مسائل نزاعی نظرسنجی باشدم یکم شده همینا میبرم میفهمن خلقی ما باید که همین سران هستیم اول تنجی امانی فرزندان خودمان خوردن مدکو چرا که غنی فرزند نخوره دیگه کی میخوره بخه فرزندان من برای تو من آبادانی جامعه کار کنم. اینا دائما در همین قصه نازش میگه یکوش تو خود خبر شود نشود میبرم که همین کار شده سو چه اولان ما کدام ما به یاردن کنیم. بسیار از این جماعت مهنت‌های اینا چگونه روزی از میشه اینا آدم فداکار کار میکنن. ما یک تگرگاه جماعت اینا میبوشن یک وایش مونم داره میگه که صبح جان بین کار شده است. اینا با بچه‌های جمع کرده همکارای خودشون که گاو اینا وای میکنن همکار هست گرفته پیش میبرن. من کجا رویم اگر نو افغانو در موسیقی من شخصا خود من به قریبی از روس بچه تلفن شد که از شهر مسکو ما یک کتاب ساختیم که همون پارک 177 من خدمت کردگی ها با یعنی که تاجیکیش که زبان روس زبان باشدم تاجیکیش که قهرمانان نمیمیرن گفتگی همین کتاب مسکوانده چاپ کرده است. تعدادش البته بسیار شاید که ممکن تاجیکستان نمید بود. اونجا یک
خدمتی من قهرمانی نشون دادگینه اونجا بسیار بچه‌های اسفاره تاجیکستان قهرمانیشو از آن جمله ازبک و قرغیز و تتر و همش ملتی که اونجا ما خدمت کردیم پهلو و پهلو همون قهرمانیشه کارنماییشه همون به نشان داده است تلفن فرستادن خیلی گفت که همین چیز الکی از چوب برآمد شاید که ممکن من راهک شده شد و من آفت‌های ویروس ها گم شده شاید که ممکن یکم بچه‌های اسفره مرز کتی همون داده سیل میکنن گفته استوده وعده کرد. در باره تاشمت صابجان یک چند سخنها گویمم کم نیست. این شخص ارزنده است به نهایت همچون در مؤسسه تحصیلات همگانی رقم 29 اعضای کمیته پدر و مادران هست که من به قریبی سردی هوا نگفته در ماه دکبر انا همین مجلسگاهی که در برلین ساخته شده است که 30 متر و 7 متر مربع را تشکیل میکند سهم همین کسکتی که از قوه از کمیته پدر و مادران از خوانندگان پدر و مادرانشان سهم خود را گذاشته گروهی کاری تشکیل نموده با مبلغ 110,000 سامانی در موسم زمستان سردی خنک ساخته به استفاده داده شد که یک مجلسگاهی باحشمت با زحمت همین تاشمت صابجان ساخته شد. وقتی که ما در اینستیتوت همراه تاشمت صابجان که میخواندیم در خوجند این برادر از همون دور استودنتی باز ما به هر یک کاری ما کارهای جمعیتی من اینستیتوت بام اشتراک میکردیم. این کس همه چیزی ما باید کمبودی شود دیگر این کس ما به حال ما پرسیم ایستادن. وقتی که من مکتبای تمام کرده من آمدیم قشلاق هم این کس همچو یک جماعتچی میشناسد کدام یک معرکه شود دیگر این برادر عزیز البته همین جنده بسیار تشبس های نقض نشان داده. خب مهنت های نقض کرده خلق به یاردمشان میرسد. البته باز من یک از همه خیلی که حاضر بیماری کووید 19 پاندمی رفت ایستاده است به نهایت شخصی تازه شخصی با آبرو هستند. پیش از بیماری آمدنم این شخص یک حوض ساخته دادند که همه محله ها از همان آب میگیرند. بعد از این آب خطی تازه نوشاکی کشیده دادند که 3 محله گلستان، محله فردوسی، اوریانا از همه آب خطی نوشاکی قریب که در هر یک کوچه اقلا در خاندان نباشد هم آب نوشاکی خطی تازه با سهم تاشمت صابجان گذاشته است که همه ما از تازگی از آب شفاف تازه استفاده میبریم. سال 1981 من خوجند تحصیل میکردم. من از حساب کمیسریت حربی شهر خوجند آرمیا به سفربر شدگی همونجا من با کمیسریت حربی خوجند پویست دادم که خدمت میکنی گفته همون وقت 1 سال من الکی تحصیل تمام کرده بودم به واسطه رفته استوده از کمیسریت حربی گذاشته. کمیسریت حربی گذاشته من صفی آرمیا به سال 81 ماه اپریل سفربر شدگی همون خدمت ها اول تیاری حربی همش ولی جمهوری ازبکستان یعنی شهر سمرقند الان 3 ماه تیاری حربی دیده استاده. ماه ایول همونجا رو ما پریده رفتگی همون افغانستان با البته جنگ دهشت من طرفای اسفره ندونم طرفای جنوب این قدر میدونم یا اینکه ما پیشوای معظم ما جنوب عالی من حساب کنید که این قهرمانی وای کس یک کرته نه. اگر ما همین افغانا گیجا شینیم اگر سر دسترخوان میدونیم که قهرمانی پیشوا ما دو کرته چوبه گفتگینده و حیات خودش خطر بمونده استوده. یکمش این که جنگ صلح مبادل کرد. دویمش این که ما که خدمت کردیم اینو دشمنش نبیند. همین افغانستان به خودش بیوسته رفته استوده همین گریزه های تاجیک تا آخران یعنی که تاجیکستان رو برگردانده آمده خاطر جمع کرده استوده تاجیکستان جنگش صلح مبادل کرد. من گفتنی هستم که قهرمانی پیشوی ملت ما این قهرمانی یک کرته نه چندین کرته
همین ده من گفتم که مردم تاجیکستان با خصوصا مردم ناحیه اسفر با یک طرفه نباشتن فقط شعار من اهل اویلا میبیرن که تاجیکستان به پیش. در آخر به تاشمت سیف الله جان آبروی بلند باز، عمری دراز، رزق فراز آرزومندم و خواهان آنم که خیلی که ما جوانان را تربیت کرده ایستادیم مثل تاشمت ثابت جان زندگی خوب داشته باشند، آبروی با نفوذ داشته باشند، سری بلند داشته باشند و میگویم که در آخر شاگردان تربیت کنند که مثل خودشان به آبرو و خلق و وطن خدمت کرده. گفته پرزیدنت جناب عالی محترم امام علی رحمان را سرمقصد کار خود حسابیده جوانان آینده ملت شده دولت را پیش برند. از درگاه خداوند آرزو میکنیم که من عمر دراز، رزق فراز، من آرزو از بچه‌هاشون ببینم دائم آقا سربلند باشم. من بحر آبادانی دیار دائم همین خیلی غیرت که همین خیلی خوبه سر کنن و با جوانای همه دعوت کنند. اهل اولشون با بردباری کامیاب و تمنا دارم. در آخر من عرض منتداری خودم را به مقامات دولتی حکومت شهر اسفر و کل کارمندان تلویزیون شهر اسفر میرسونم. به آنها از درگاه خداوند متعال و همه راهبران نه این اصلی حکومت شهر اسفر و تمام راهبرای همین ساختارهای دولتی که هستند از درگاه خداوند تن صحت خاطر جمع و همه‌شون موفقیت خاطر جمعی خانوادگی تمنا می‌دارم. من همین رو گفتنی هستم که در آینده نیست ثابت جان برای آبادانی هم کشور هم برای وطن صادقانه خدمت میکند. با ثابت جان عمر دراز، صحت، سلامتی در کارهایشان موفقیت ها آرزومندم.